من آدم ناراحت کردن شما نیستم. اشتباه کردم. شرمنده. ماجرای رپخونی شایع تو برنامه علیزیا چی بود؟ چی شد که یهو تصمیم گرفت عذرخواهی کنه و علیزیا رو هم آنفالو کرد؟ پشت پرده این جنجال بزرگ تو دنیای رپ فارسی چی گذشته؟ محمد رضا شایع یکی از شناخته شده ترین و پرطرفدارترین رپرهای نسل جدید ایران دوباره تیتر خبرها شد و خودش رو تو موقعیتی دید که تصورش رو هم نمی‌کرد. ماجرا از وقتی شروع شد که شایع تو برنامه گنگ علیزیا حضور پیدا کرده. برنامه‌ای که کاملاً مجاز بود و مجوز ارشاد داشته. علیزیا توی این برنامه که اولین قسمتش از پلتفرم فیلیمو پخش شد، تلاش کرد تا علاوه بر ایجاد سرگرمی به بررسی چالش‌های موسیقی رپ توی ایران هم بپردازه. بنا بود که برای اولین بار رپرها به شکل رسمی و با کسب مجوزهای لازم توی این برنامه حضور پیدا کنند. از جمله رپرهای حاضر توی این برنامه میشه به افرادی چون شایع، مهیار، جی جی، دورچی، چرسی، آشنا، شایانیو اشاره کرد که البته فقط بخشی از شرکت کننده ها توی این پروژه بودن. ولی حضور شایع توی این برنامه جنجال به پا کرد. شایع که همیشه با اصول و هویت مستقلش شناخته میشد، این بار وارد فضای رسانه‌ای رسمی شد و تصور اولیش همین بود که این حضور فرصتی برای گسترش فعالیتاش تو کف تهرانه، اما واقعیت خیلی فرق داشت. به گفته خودش 10 روز قبل از ضبط برنامه تلفن‌ها شروع شد. هر روز یک تماس جدید. بهش میگفتن تو کف تهران زندگی میکنی و نمیخوای یه قدم برای رپ فارسی برداری؟ با اینکه یه صدای ته قلب شایع میگفت نرو، ولی روزهای آخر فشارها و اصرارها باعث شد تحت تاثیر قرار بگیره. اما نتیجه‌ای که به بار اومد اصلاً مورد انتظارش نبود. شایع یکی از پرطرفدارترین رپرهای نسل جدید بعد از اجرا و گفتگو ویدیویی منتشر کرد و مجبور شد بابت حضورش توی اون برنامه عذرخواهی کنه. این حرکت موجی از بحث و جنجال رو تو شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد، از طرفداران وفادار گرفته تا رپرهای هم نسلش. بررسی دقیق حضور شایع تو برنامه گنگ نشون میده که همه چیز کنترل شده بود. حضور خواننده‌های زن، پوشش کامل حجاب، انتخاب دقیق اجرا کننده‌ها، اجراهای سانسور شده و بدون هیچ فحاشی، همه به نوعی نشون دهنده برنامه ریزی رسمی و نمادین بود. این موضوع باعث شد تا خیلی از رپرهای مستقل و طرفدارها احساس کنند رپ فارسی در حال تبدیل شدن به رپ آخوندپسند و کنترل شده است. وقتی برنامه ضبط شد، شایع با صدایی آروم اما پر از پشیمانی گفت فکر می‌کردم دارم قدم برمی‌دارم برای رپ فارسی، ولی الان می‌بینم که اشتباه فکر می‌کردم. این جمله موجی از واکنش‌ها رو تو شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یه عده حمایتش کردن و یه عده هم شدیداً مورد انتقاد و فحاشی قرارش دادن. تو همین بین واکنش هنرمندای دیگه هم جالب بود. بهرام که قبل از این از دنبال کننده های شایع بود، بعد از این ماجرا شایع رو آنفالو کرد و تو متن نوشت هیچ مجوزی از هیچ جا و هیچ کس نمیپذیریم. سیجل هم واکنش نشون داد و به صراحت گفت فکر کنم دیگه تکلیفا روشنه. علی اردوان تاکید کرد که حضور توی این جریان هیچ ربطی به هویت واقعی رپرها نداره و نباید دنبال مجوز گرفتن رفت. جیدال یه دیس داد به رپرهای مجوزی. البته واکنش شاهین نجفی که خطاب به شایع و برخی دیگه گفت فردا روز یادت باشه تو مملکتی داری زندگی میکنی که ما اونجا نفراتی داریم. جمله‌ای که بار مسئولیت و تهدید رو به شکل ضمنی منتقل میکرد و باعث نگرانی مخاطبان شد. من شرم باید بکنی از زنان اون مملکت، خیلی وسیع از این دخترها، خانوما که دارن کار میکنن ولی صداشون به جایی ختم نمیشه. این واکنش ها همه نشون میده که فضای رپ فارسی الان تو یک نقطه حساس قرار گرفته. آیا باید مستقل بمونه یا میتونه وارد جریان رسمی بشه؟ اگه میخوای بدونی ادامه این جنجال چطور پیش رفت، قبلش ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی.
حضور شایع تو برنامه گنگ باعث شد که خیلی از طرفداراش دوباره درباره مرزهای همکاری هنرمندا با رسانه‌های رسمی فکر کنند. آیا هنرمند باید وارد برنامه‌ای بشه که با ارزش‌ها و اصولش همخوانی نداره؟ آیا مجوز گرفتن به معنی از دست دادن هویت مستقلشه؟ تو بین این هیاهو شایع یه ویدیوی کوتاه دیگه منتشر کرد و توش گفت من اومدم معذرت بخوام ولی هیچ وقت دنبال مجوز نبودم. کنسرت، برنامه، مجوز هیچ کدوم معنایی برای من نداشتن. ولی واکنش رپرها بس نبود، رسانه‌ها هم ماجرا رو گزارش کردن و تاکید کردن که حضور شایع و علیزیا تو برنامه مجوزدار باعث شد حساسیت‌ها دوباره بالا بره. مخاطبای رپ فارسی نسبت به اصالت هنرمند محبوب خودشون حساسن. کوچکترین تغییر یا ورود به فضای رسمی ممکنه هویت مستقل رپر رو تحت تاثیر قرار بده. تجربه‌های گذشته نشون داده که هنرمندای زیرزمینی که وارد رسانه‌های رسمی شدن با موج مخالفت و انتقاد روبرو شدن. نه از سر دشمنی بلکه از ترس از دست دادن مرز فرهنگی ژانرشون. چون همونطور که میدونید رپ بیشتر با فحاشی همراهه و وارد شدنش به رسانه‌های رسمی یعنی تغییر یا حذف این الگو که خیلی باب میل رپرها و مخاطبها نیست. اگه از دید دیگه بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، حضور شایع توی این برنامه در عین حال میتونه فرصتی هم باشه. بعضی از طرفدارای جوان اعتقاد دارن که تعامل بین رپرهای زیرزمینی و رسانه‌های رسمی میتونه شکاف‌ها رو کم کنه و قلمرو رپ فارسی رو تو پلتفرم‌های رسمی گسترش بده. اما البته که این مسیر پر از ریسکه و مدیریتش نیاز به دقت و تجربه داره. شایع گفت رپ فقط اعتراض نیست. ما به سانسور تن نمیدیم. این جمله واکنش مستقیم به فضای سانسوری برنامه بود که خیلی از فحش‌ها و محتوای جنجالی رپرها حذف شد. این موضوع نشون میده که حتی تو محیط مجاز محدودیت‌ها و فشارها وجود دارن و هنرمند برای حفظ صداقت و هویت خودش باید مراقب باشه. شایع تاکید کرد که تو طول فعالیتش همیشه به اصولش پایبند بوده و این حضور توی برنامه هیچ تغییری تو شخصیتش ایجاد نکرده. اون گفت تو آهنگ‌هام و کارام شخصیت من رو دیدین. دلش رو ندارم کسی رو ناراحت کنم. اشتباه کردم، شرمندم. این پشیمونی اون نه فقط برای رسانه‌ها بلکه برای مخاطبان و طرفدارانش هم بود. این ویدیوهای عذرخواهی شایع نشون داد که نه تنها یک اعتراف شخصی بوده بلکه بازتاب تعارض درونی هنرمنده که بین هویت مستقل و فشارهای بیرونی گیر افتاده. خلاصه همه این اتفاقا فقط یک قسمت از برنامه گنگ علیزیا و رفقا بود. هنوز آینده و قسمت‌های بعدی فضای متفاوت و احتمالاً گفتگوهای تازه‌ای رو به همراه خواهد داشت. آیا شایع و دیگر رپرها میتونن هویت مستقل خودشون رو در مقابل فشارهای رسانه‌ای حفظ کنن؟ نظر شما چیه؟ رپ فارسی باید همیشه مستقل بمونه یا حضورش تو برنامه‌های مجاز میتونه مسیر تازه‌ای براش باز کنه؟ حتما برام نظرتون رو کامنت بذارید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.